ولی تبدیل به ونوم شدم. اوکی، اول باید تبدیل به ونوم بشیم. خب اینو میذاریم اینجا، اینم میذاریم اینجا. وای حاجی پشمام ونوم شدم. خیلی خوب، اوکی، هدفمون کشتن اندر دراگونه. وای این میپره. ایول چقدر بلند میپرین. حاجی پشمام این چقدر بزرگه. بهتر اول نیروهاشو بررسی کنیم. این چیکار میکنه؟ چی شد این؟ وای با این تورشو میزنه میپره. آره یه قدرتی تو فیلمش داشت. من گیر کردم اینجا، انگار بزرگی نمیشه کنترلش کرد. بپریم. خب این یکی قلبه چیکار میکنه؟ این چی شدی؟ یه چیزی رو خورد اونجا اشتباه نکنم. این یکی چیکار میکنه؟ اصلا نمیشه دید. چیز خاصی نداره این. این میزنه. مشتاش هم خیلی بزرگه. فکر نکنم جونی برای رقیب بمونه. ببینیم اندر دراگون رو میکشه یا نه. خیلی اسکین باحالیه. خیلی خوب. این حاجی اینجا رو داشته باش. این قلبش 2 برابره. بابا ایول پشمام این فوق‌العاده است. اینو نگاه. اوکی بریم یکم توپ بکنیم. چقدر آروم آروم. خب حالا یک کرافتینگ تیبل و 2 تا استیک. تا. خب اینم از 2 تا استیکمون. خب حالا باید 2 تا تبر و یه دونه پیککس بسازیم. حاجی این چیه؟ پشما این چیه این؟ خب ما سر ما تو کار خودمون باشه. خب پیککس کارمونو بکنیم. خب بچه به یه مشکلی برخوردیم. از اونجایی که نمیتونیم گوسفند پیدا کنیم باید تایم رو روز کنیم. خب اوکی الان باید برم چند تا سنگ بکنم. وای اسکلتون بزن. وای حاجی چه نیرویی داره. اینجا تورشه رو زمین. خیلی خب بیا سنگ بکنیم. خیلی خوب کارمون اینجا. خب اوکی سنگا رو چه چندیم. حالا باید اینجا آهنم باشه. اگه شد که اونا رو هم میکنیم. خیلی خوب بی خیال آهن پیداش نکردیم. خب اوکی نتونستیم پورتال ندر پیدا کنیم. پس یکی باید از تو ست در بیاریم. کدشو بزنیم. خیلی خوب give time p بقیهش چی بود؟ obsidian این بود فکر کنم اشتباه نکنم مگه. اوکی از ست در آوردیمش. حالا باید این obsidian ها رو اینجوری بذاریم تا بریم پیش اندر دراگون. ببخشید ندر.
خیلی خوب. به پورتال ندرم از 1 تا 10 چند میدی؟ حتما تو کامنت ها بنویس. بریم. کجا رفتی؟ نمیشه. خیلی خوب اوکی وارد شدیم. من بعد پر از دن سرویسی بالاخره تونستم بیارم اینجا. اوکی حالا وقتشه برم یکم بلیزرات پیدا کنم. حاجی سوختم. خب بچه از اونجایی که وقت نداریم اینم باید از تو چت گیر بیاریم. خیلی خب بریم برای کد اسلش گیو ادساین پی اندر دراگون اندر دراگون اسپاون اگ. خیلی خوب اوکیه. اندر دراگون اسپاون اگ. وای حاجی بازم هول کردم. باید می نوشتم اند پورتال فریم. بعضی موقع یادم میره این کدا. اند پورتال فریم. خب حالا یه پورتال اند. خیلی خب اینم از گته آخر. اوکی بریم توش. بمیر دیگه نفله عوض یک کسافت. خب بچه خوشگل اگه از این قیافه خوشت میاد ساب کن. حالا اگه ازش میترسی هم لایکو بکوب.